سلام، خیلی خیلی خوش اومدین به اولین اپیزود از مجموع قسمت‌های گرامر با لینگو تورچ. توی این اپیزودها ما قراره که با هم دیگه مباحث مختلف گرامر رو از کتاب English Grammar Use با هم دیگه یاد بگیریم، مرور کنیم و حسابی برامون جا بیفته. اولین درس از این کتاب در مورد present continuous. اصلا present continuous یعنی چی؟ یعنی حال استمراری. توی فارسی اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم، در مورد یک زمانی داره صحبت میکنه که همین الانه. مثلا یعنی چی؟ مثلا من دارم به موزیک گوش میدم. همین الان. یا همین الان اگه خیلی بخوام ملموس‌تر باشه، همین الان دارم در مورد یک گرامر به نام present continuous صحبت میکنم. چیزی هستش که در حال حاضر، در حال جریانه، نه مربوط به گذشته میشه نه مربوط به آینده. دقیقاً همین الان. ببینیم خود کتاب چی گفته. کتاب میگه که سارا is in her car. She's on her way to work. عکسش هم اینجا گذاشته. میگه سارا توی ماشینشه، توی مسیره که بخواد بره سر کار. دقیقاً این جمله رو منظورمه. منظورش چیه؟ منظورش این نیستش که سارا حالا بعضا میخواد بلند شه بره سوار ماشین شه بره سر کار یا دیروز سوار ماشین. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم سارا سوار ماشینشه و توی مسیره که بره سر کار. جمله بعدی که خیلی مهمتره داره چی میگه؟ میگه که she's driving to work. She is driving to work. یعنی چی؟ یعنی همین الان. یعنی اگر بخوایم یه نگاهی به جمله بندازیم، یه to be form داره، یه verb plus ing. یعنی چی؟ یعنی am is are به اضافه فعل به اضافه ing. همین الان present continuous حال استمراری. همین الان داره رانندگی میکنه که بره سر کار. معنیش چیه؟ معنیش اینه که خود کتابم همینو میگه که الان داره رانندگی میکنه. توی همین مدتی که ما داریم هم صحبت میکنیم سارا داره رانندگی میکنه. یعنی اون فعلی که داریم در موردش صحبت میکنیم، اون کار، اون اکشن هنوز تموم نشده. is not finished. خب پایینش اومده برای ما چی گفته؟ اومده فرمت کلی present continuous یه حال استمراری گفته که گفته am or is or are plus verb plus ing میشه فرم کلی present continuous. مثلا اگر بخوام بگم که من به جای سارا من دارم رانندگی میکنم، مثلا بخوام بگم که من همین الان دارم رانندگی میکنم، رانندگیم تموم پس نشده، میگم I am driving یا I'm driving. بخوام بگم که من همین الان دارم به موزیک گوش میدم، میگم چی؟ میگم I am listening to music. بخوام بگم که دوستم الان داره کار میکنه، میگم که she is working. یعنی همین الان که ما داریم صحبت میکنیم در حال حاضر she is working. پس چی شد؟ میشه کاری که تموم نشده. همین الان که ما داریم یه زمان حال رو زندگی میکنیم، اون کار هم در جریانه. قسمت بعدی دوباره میاد اینو برای ما توضیح میده. میگه که I am doing something. میخواد بگه که معنی این جمله چیه؟ که من الان دارم یه کاری رو انجام میدم. یعنی که من یه کاری رو شروع کردم ولی تموم نشده. در میانه انجام اون کار هستم. I started doing it and I haven't finished. I'm in the middle of doing it. دقیقا وسطشم. دقیقا مثل ضبط کردن این اپیزود. من ضبط کردنش رو شروع کردم، با هم سلام علیک کردیم ولی تموم نشده. دقیقا وسطشم. برامون مثال آورده. مثلا بهتون میگم که به شما نه به دوستم میگم که اینقدر سر و صدا نکن، من دارم کار میکنم، حواسمو پرت میکنی، چقدر سر و صدا میکنی، یکم آرومتر. مثلا اگه داری موزیک گوش میدی صدای موزیکتو کم کن. اینو چطوری میتونم بهش بگم؟ همین الانم دارم کار میکنم. دقیقاً درباره زمان حاله. بهش میگم که please don't make so much noise, I'm trying to work. میبینین؟ نمیگه که I try to work. یعنی کلا تلاش میکنم کار کنم. من همین الان که دارم کار میکنم موزیک پلی کردی. همین الان که دارم کار میکنم داری سر و صدا میکنی. I'm trying to work. همین الان. لطفا یکم کمتر سر و صدا کن. یعنی که مثلا میریم یه جایی پیش دوستامون، یکی از دوستامون که اسمش مارکه نیست،
میگیم که من میپرسم که مارک کجاست؟ یه نفر جواب میده که مارک رفته مثلا دوش بگیره، میادش الان. خب این چطوری میتونیم بگیم؟ میگم که where is Mark؟ طرف مقابل میگه که he's having a shower. یعنی همین الان که داری میپرسی کجاست، در حال حاضر اون داره دوش میگیره، دوش بگیره سری میاد. اینطوری متوجه شدین؟ شد پس where is Mark؟ طرف مقابل میگه he's having a shower. نه اینکه مثلا بگی که he has a shower، این کلا مثلا حالا دوش میگیره. نه، الان که میگی کجاست، الان داره دوش میگیره. مثال دیگه بخوایم بزنیم اینه که مثلا شما فکر کنید از صبح داره بارون میباره، شهر شلوغ شده، ترافیک، بارون خلاصه نظم شهری رو یکم تحت تاثیر قرار داده، ولی الان یکی دو ساعتی هست که بارون قطع شده و ما تصمیم داشتیم که از صبح بریم بیرون ولی به خاطر بارون نرفتیم. من میتونم چی بگم؟ میتونم بگم که let's go out now. It isn't raining anymore. الان باشید بریم. دیگه بارون نمیباره، دیگه بارون تموم شده. پس چی شد؟ Let's go out now. It isn't raining anymore. نه اینکه بگم که it doesn't rain. ولی به طور کلی بارون نمیباره. نه، الان میخوایم بریم. پس الان باید بگم که بارون نمیباره. پس فرمت present continuous باید به کار ببرم. بگم it isn't raining anymore. مثال بعدی. ببینین همه این مثالات داره در مورد همین الان صحبت میکنه. نه درباره یک کلیت، نه درباره یک موضوعی که تو گذشته بوده، نه یه موضوعی که قراره توی آینده اتفاق بیفته، نه هیچ کدوم. همین الان که داریم زندگیش میکنیم. مثال بعدی مثلا شما فکر کنین که یکی از اطرافیانتون تازه رفته سر کار، یک کار جدید و شما میخواین ازش بپرسین که یا از اون کارش راضی هست، با کارش راحته، شرایط براش اوکی هست یا نه. من میتونم چجوری بگم؟ میگم که شغل جدیدت چطوره؟ آیا ازش لذت میبری؟ باهاش اوکی؟ میتونم چی بگم برای این جمله؟ میتونم بگم که how's your new job؟ شغل جدیدت چطوره؟ خوبه؟ Are you enjoying it؟ Are you enjoying it؟ یعنی آیا الان که داری مثلا مشغول اون شغل هستی ازش لذت میبری؟ نه اینکه صبر کنم مثلا وقتی که از اون شغل اومد بیرون بگم که ازش لذت میبردین. الان، همین الان. Are you enjoying it؟ خب آخرین مثال این قسمت، مثلا فکر کنین که دوباره همچنان من دارم یه کاری انجام میدم، مشغول یه کاری هم که تمرکز لازم داره، دقت میخواد و این حرفا، و دوباره سر و صدا اطرافم زیاده. میخوام بگم که اصلا این سر و صداها چی هست؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چه خبره؟ چجوری میتونم بگم؟ میتونم بگم که What's all that noise؟ سر صداها چیه؟ و جمله مهمش What's going on؟ یا What is going on؟ یا What's happening؟ همه اینا زمان حال استمراری، همین الان. چه خبره؟ چه اتفاقی داره میفته؟ این سر صداها چیه؟ مثلا من دارم کار میکنم، تمرکز میخوام، این مدلی. حالا پایین چی گفته؟ میگه که یه وقتایی وقتی که ما present continuous به کار میبریم اون موضوع دقیقاً توی زمانی که داریم حرف میزنیم ممکنه نباشه. مثلا اینکه استیو داره با دوستش با تلفن صحبت میکنه و میگه که من دارم یه کتاب خیلی خوبی رو میخونم جدیداً، مثلا در مورد یه آقاییه که حالا داستان تعریف میکنه برای دوستش. همون موقع که داره با دوستش حرف میزنه کتاب توی یه دستش نیست، گوشی تلفن توی یه دست دیگهش، ولی به طور کلی توی اون روزها داره یه کتاب خوبی رو میخونه. حالا مثلا به نظر شما استیو اینو میتونه چجوری بگه؟ بذارین بهتون بگم. ببینیم استیو میگه که I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who، دیگه میره بقیه کتابو مثلا برای دوستش توضیح میده. پس چی به کار برده اینجا؟ باز هم present continuous. I'm reading a really good book. این روزا دارم بالا مثلا یک کتابی میخونم. منظورش نیست که گوشم باهاته ولی چشم به کتابه، نه، ولی این روزا دارم یه همچین کتابی میخونم. کتابم دقیقا همینو میگه که استیو میگه که I'm reading، ولی منظورش این نیست که دقیقا همونی داره تلفن صحبت میکنه داره کتابو هم میخونه. معنی این جمله چیه؟ اگه بخوایم از نظر معنایی بررسیش بکنیم، معنیش اینه که استیو خوندن اون کتابو شروع کرده
ولی هنوز تمومش نکرده. دقیقا در میانه مثلا کتاب، مثلا کتاب 300 صفحه است، ممکنه رسید صفحه 100 باشه، صفحه 200 باشه، ولی کتاب تموم نشده، در میانه خوندن کتابه. خب موضوع بعدی چیه؟ میگه که وقتی که یک تغییری شروع میکنه به اتفاق افتادن، ما برای اون هم میتونیم از present continuous استفاده بکنیم. حالا یه سری فعل داریم برای تغییر دیگه. مثلا چه فعلی؟ مثلا getting، becoming، starting، beginning، changing، improving، increasing، rising، falling and growing. این فعل ها همشون دارن یه تغییر نشون میدن. ببینید افزایش، کاهش، بهبود پیدا کردن، رشد کردن، اصلا شروع شدن، همشون نشون دهنده یک تغییره. مثلا فکر کنید شما دارین یه مدتیه که زبان خوندن رو شروع کردین، حالا در هر سطحی. خب خیلی اتفاق خوبیه، اول از همه بهتون تبریک میگم و من میخوام ازتون بپرسم که توی این مدتی که انگلیسی خوندن رو شروع کردی انگلیسی بهتر شده؟ ببینید شما انگلیسی خوندن رو شروع کردین، پس اولین تغییر اتفاق افتاده و اون این بوده که شما این کار رو شروع کردین. پس من میتونم ازتون اینطوری بپرسم، بگم که is your English getting better؟ اوضاع زبانت بهتر شده؟ نه اینکه بگم که does your English get better، یعنی کلا حالا مثلا انگلیسی بهتر شد. نه، الان شما این کار شروع کردین، شما دارین زبان میخونین، دارین به این پادکست گوش میکنین، دارین ویدیو رو میبینین، ممکنه هر کاری که به روش خودتون میخوره انجام بدین. پس من میتونم ازتون بپرسم که is your English getting better؟ با این کاری که میکنی اوضاع انگلیسی بهتر شده؟ یا اینکه مثلا میخوام یه نظر کلی در مورد جمعیت آدمای دنیا بدم، بگم که جمعیت داره خیلی افزایش پیدا میکنه، بعدم شروع کنم از عواقبش بگم، یا حالا هر چیزی یه نظر کلی بگم. میتونم بگم که the population of the world is increasing very fast، یعنی این تغییره، افزایش جمعیت آدمهای دنیا یک تغییره، پس میتونیم براش present continuous استفاده بکنیم، نه اینکه بگم حالا increases که چی؟ الان که ما داریم صحبت می‌کنیم ممکنه یه عالمه بچه به دنیا بیاد و جمعیت دنیا افزایش پیدا بکنه، تغییر دیگه، پس میتونیم بگیم is increasing very fast. یا اینکه دوباره ممکنه که مثلا من سر یه شغل رفته باشم که دوستش نداشته باشم اولاش، ولی خب الان دیگه داره کم کم ازش خوشم میاد، دیگه همچین وضعیتی داشته باشم. چجوری میتونم اینو بگم که من اول خیلی شغلم رو دوست نداشتم ولی جدیدن داره ازش خوشم میاد، دارم از شغلم لذت میبرم. میتونم بگم که at first I didn't like my job but I'm starting to enjoying it now. یادتونه گفتم که فعل start شروع شدن یک موضوعی خودش یک تغییره، پس ما میتونیم براش از present continuous استفاده بکنیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره و اگر هر سوالی داشتین من توی کامنت ها منتظرتونم.